پسر ثابت کرد زندگی تو مریخ وجود داشته. بوریسکا پسر روسی که از بچگی حرفای عجیبی درباره مریخ میزد. مادرش قسم میخوره تا به حال حرفی از مریخ جلوی پسرش نزده. اما بوریسکا همه چیزو درباره مریخ میدونه. اون مساحت دقیق مریخ رو میدونست، چند تا کوه داره و چند درصد اتمسفرش رو کربن دی اکسید تشکیل داده. اطلاعاتی که خیلیشون حتی تو کتاب نجوم نیستن. اما بوریسکا اینا رو از کجا میدونست؟ اون مدعی تو زندگی قبلیش یک مهندس مریخی بوده و در زمان ساخت اهرام مصر چند بار به زمین اومده. مثلا میگه سوراخ گوش مجسمه ابوالهول درگاهی برای تلپورت به مریخ بوده که امروز بسته شده. این صحبت‌ها وقتی عجیب میشه که باستانشناسان یک هفته بعد اون سوراخو پیدا کردن. اون مدعی اتمسفر مریخ بر اثر تغییرات جوی از بین رفته و خودش روز نابودی مریخ رو با چشم دیده. در نهایت 3 دانشمند روسی بوریسکا رو تحت سوالات چالشی قرار دادن تا ببینن راست میگه یا نه. اما نتیجه غیر قابل منتظره بود. اونا گفتن حتی دانش این پسر در حد بالاترین دانشمندان نجوم دنیاست. نظر شما